ایمان و اعتماد، امید کامل به الله رب العزت داشته باشیم. هر شخص مسلمان و هر جوان مسلمان این سه چیز را با خود داشت: ایمان، اعتماد و امید به الله رب العزت داشت، او یک زندگی سعادتمند و یک زندگی موفق و یک زندگی خوش داشته باشد. ایمان یعنی باور داشتن، یقین کردن به مشیت خداوند. اهل قریه و روستایی بود که قحطسالی بود، آنها به خاطر طلب باران به صحرا برآمدند و دعا میکردند. در بین این افراد یک شخص و یک جوان مسلمان با خود چتری آورده بود. دوستان و عزیزانش پرسان کردند که چتری چرا آوردی؟ او جواب داد: من به خاطر چتری آوردم که ما دعا میکنیم و الله رب العزت قبول میکند و باران برای ما میباراند. این را میگن ایمان و اعتماد کامل، تکیه‌گاه خود فقط الله رب العزت را بدانید. بیایید اعتماد، توکل را از اطفال یاد بگیریم. زمانی که اطفال خرد را ما به هوا پرتاب میکنیم، آنها دارن میخندند و خوشحال میشن. چرا؟ آنها اعتماد دارن که مرا به زمین نمیاندازند. ولی عزیز من، زمانی که ما دچار مشکلات و مصائب میشیم، ما یقین و اعتماد و ایمان داشته باشیم که الله رب العزت ما را به زمین نمیاندازد و ما را از اون مشکل یک روز نه یک روز خلاص میکنه. امید، آرزو به الله رب العزت داشته باشیم. هر آرزو و امیدی را که میکنیم در ضمن از ایمان و اعتماد داشته باشیم که الله رب العزت ما را به آرزوهای من میرساند. ببینید، زمانی که هر شخص و هر فردی که شب میخوابد ساعت تلفن خود را خوب میکنه، به خاطر چی؟ به خاطر که صبح بلند شود. این را میگه امید به الله رب العزت داشته باشیم، اعتماد کامل داشته باشیم و ایمان کامل داشته باشیم. الله رب العزت زندگی ما را رونق